سلام، تشکر از شما که با آزادی آنلاین هستید و برای پخش از گوشه‌های گوناگون دنیا به ما ویدیوهای جالب فرستادید. اما امروز برنامه را با شرح کاربران آغاز می‌کنیم که میگن هنگام فرستادن پول از روسیه به تاجیکستان مشکل دارند و یا نزدیکانشان مبلغ‌های فرستاده آنها را گرفتن نمی‌توانند. این مشکل روز 3 دکبر بعد به کار درآمدن مرکز ملی انتقال پول تاجیکستان شروع شد. مقامات گفتند همه پول‌ها باید به واسطه این مرکز به دست مشتریان رسد. آنها دلیل تصمیم را پیشگیری از پولشویی دانستند. دیگران باور دارند که مقامات این بخش سردرآمد را به اختیار خود میگیرند. امیرشاه عابدینوف در اینستاگرام نوشته است پول‌هایی که چند روز پیش به واسطه زلطه کرونا فرستاده بودیم چطور پس بگیریم. کاربر دیگر شکایت کرده است که چرا این تصمیم خود را یک هفته پیش اعلان نکردید. عزیزه حیدرova میگوید به امانت بانک برای گرفتن پول رفت و در آنجا گفتند که حالا سیستم آنها به خدمت رسانی نو پیوست نشده است و پرسیده است که سرگردان کردن مردم برای چیست. عبدالحلیم پولادوف گفته است به گوش مردم افسانه نخوانید. بانک ها به مشکل پول مردم را میدهند. انس ابن مالک هم باور دارد که این به فایده خلق است و گفته است صبر کنید حل خود را مییابد. سیستم یگانه می شود و این برای رشد حساب برابرکنی غیر نقدی است. اسپر حقیقت در سامانه آزادی نوشت اگر از حساب فایزهایی که بانک میگیرد به بودجه تاجیکستان یاری کنند گپ نیست، لیکن نشود که از روسیه پول فرسته و برای خدمات 1% گیرند و در تاجیکستان هم حق خدمت خود را ستانند. علیشیر گفته است یک روز قانون ثبت نام سیم کارت ها را برآوردید، یک روز دیگر نرخ اینترنت را بالا بردید. با عوض کردن شناسنامه ها دیدید که فایده نیست، اکنون چنین قاعده برآوردید. بیهوده مردم تاجیک شهروندی کشور دیگران نمیگیرند، از این خیل قانون ها بیزار شدند. سلیمان مولانوف در فیسبوک نوشته است یگان برنامه تاجیکی سازید و در رقابت گذارید. بگذار خلق خودش انتخاب کند که با کدام نظام پول فرستد یا نفرستد. این بحث در سامانه آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و ادنکلاسنیک ادامه دارد. اگر نظری دارید با آن همراه شوید. مهاجران تاجیک از روسیه نه تنها پول بلکه ویدیو هم میفرستند. یکی از آنها از شهر مسکو جای کار تاجیکان را در بازار پایتخت روسیه چنین به نوار گرفته است. اینجا پرای کمش مردم اینجا نمیدونن چیکار کنن. اینا حالی ما مهاجران اینا همه اینا یک کرابی شبکش در سرش اینا مردم اینا نمیدونن که جوانه 1 میلیونی در بار داره هر یک توچکش. ویدیوی دیگری که گرفتیم آن هم از روسیه است. یک گروه از مهاجران از حکومت ناحیه فرخار خواستند که برای ساختمان میدان بازی برای کودکانشان زمین جدا کنند. آنها گفتند با پول خود میخواهند در زادگاهشان دهه علاودین برای کودکان جای بازی سازند. از محله ما از همون منطقه ما زمین جدا کرده شود تا که برای کودکان همین خیلی یک دیت پلاشتکا ما هم بسازیم، مقصد بازی کنیم. ما همه شرایطش قطعی روان کردیم چیزا را لیک با ما زمین ندادستان. ما خواهش میکنیم که همین رادیو آزادی را همین نوار ما را چیکار کنن نشان بدن. از مسئله پول و مهاجران گذریم. گذاشتن ارچه 29 متری در دوشنبه بحث‌های زیاد را به وجود آورد. بخش آن را مایه خوشحالی دانستند، عده دیگر به ضد آن گپ زدند. یاسمن نادیرova گفته است ارچه را خوردن نشود، به جای آن 2 کیلویی گوشت تقسیم کنید دهان مردمی کم بضاعت مزه بگیرد. قرطاب ملی یکی از کاربران در اینستاگرام نوشته است که چند پولی که صرف نکنند از کیسه شما نیست، چی غم میخورید، از حساب دولت است. شما هم میخواهید نظر خود را بگویید، پس سری بزنید به سایت رادیو آزادی یا ویدیو و عکس و خبری داشته باشید به این رقم هایی که میبینید فرستید. وایبر و تلگرام، واتساپ و ایمو داریم. تا دیدار در برنامه دیگر.